اگه مشتریایی داری که به جای غذا ناخنشون رو میخورن، دیدن این آموزش از دست نده. به وینیل کلاب خوش اومدین. من سارا مقرر امروز روی این ناخن برای شما اکستنشن سازی کنم. با هم همراه باشید. قدم اول مثل همیشه پوش دادن کوتیکول هاست. بخش اعظم کوتیکول های دست من همیشه باز هستن به خاطر فرمت آناتومی، اما جیب ها چسبندگی خودشون رو دارن. بنابراین من کامل چسبندگی ها رو هم باز میکنم، فضای پروگزیمال رو آزاد میکنم. حالا بعد از اون به سراغ شاین آف کردن صفحه ناخن میرم. شاین آف کردن صفحه ناخن رو با بافر زبر انجام میدم. تصور ما بر این هست که این ناخن یک ناخن جویده شده است. گرچه ناخن من یک ناخن سالم هست، فقط شبیه سازی شده. بعد از اینکه روی کل سطح رو بافر زدم، حالا خاکه ها رو میتکونم و چک میکنم تمام سطح شاین آف شده باشه و براقیت ناخن کامل از بین رفته باشه. بعد از اون میتونم به سراغ مراحل مانیکور برم. با کمک فرز شمعی ناخن رو ابتدا از سمت چپ و بعد از اون از سمت راست کاملا پاکسازی میکنم. از اونجا که ناخن‌های من فرمت دامنی داره، دقت میکنم که جیب‌های مانیکورم رو کاملا پاکسازی و باز بکنم. اینجوری خیلی راحت‌تر میتونم در ادامه کارهایی که لازم دارم رو انجام بدم. به نقطه خروج ناخنم دقت کنید. به خاطر فرو رفتگی بیش از حد و حالا تماس و فشاری که اتفاق میفته، اینجاها قسمت‌هایی هست که به شکل پینه‌دار در اومده. شما حتما باید این پینه ها رو بردارید و کار پاکسازی رو جوری انجام بدید که نقاط خروجتون کاملا در دسترس باشه، چون در ادامه قرار هست روی این نقاط رو بتونیم بپوشونیم و کار اکستنشن سازی درست رو انجام بدیم. بنابراین من نقاط خروج رو هم با دقت پاکسازی میکنم. مجددا سایت والم رو تمیز میکنم و سعی میکنم سایت وال بیشترین حالت باز شدن و فاصله از ناخن رو بگیره. این کار رو انقدر انجام میدم تا تمام محیط برای من از پوست مرده ها خالی بشه و در نهایت سمت راست رو هم پاکسازی میکنم. بعد از اینکه پاکسازی و مانیکور من تمام شد، حالا به سراغ یک بیس با pH خنثی میرم. چون این ناخن جویده شده هست، آسیب داره، بنابراین از پرایمر براش استفاده نمی کنم و یک بیس کم اسید در واقع استفاده می کنم. یک لایه نازک روی تمام سطح ناخن از این بیس میزنم و بعد از اون در دستگاه 60 ثانیه کاملا خشکش میکنم. نکته‌ای که باید بهش دقت کنید، برجستگی بالشتک جلو در ناخن‌های جویده شده است. حتما متریالی که روی اون میچسبه رو تمیز کنید. بالشتک رو به سمت پایین نگه دارید تا بتونید لبه آزاد ناخن رو هم کاملا بیس بزنید و کارتون رو به اتمام برسونید. بعد از خشک کردن 60 ثانیه، حالا نوبت این میرسه که من با کمک ژل تیپس بخوام کار اکستنشن سازی رو انجام بدم. پس به سراغ بسته ژل تیپس هم میرم و ژل تیپسی که سایز ناخنم هست رو پیدا میکنم. در اغلب موارد ژل تیپس با سایز 0 هم اندازه ناخنم هست. با یک فشار کوچیک چک میکنم ببینم ژل تیپس کاملا اندازه است و نقاط خروج رو پر میکنه. حالا که خیالم راحت شد، به سراغ مواد گذاری میرم. قبل از اینکه به سراغ متریال برم، یک بار دیگه ژل تیپسم رو از پهلو چک میکنم تا میزان موادی که قرار هست در داخل ژل تیپسم قرار بدم رو درک کرده باشه. بعد از اون به سراغ سالید ژل میرم. انتخاب من برای چسبوندن ژل تیپسم سالید ژل هست. سالید ژل ها چسب‌های خیلی قوی برای چسبوندن ژل تیپس هستن. از طرفی بعد از خشک شدن اینقدر مقاوم هستن که استحکام خیلی خوبی به کارتون میدن. با کمک ژل تیپس هم یه توپه از متریال رو جدا میکنم و قلم سیلیکونی رو هم برای پخش کردن موادم به کمک میگیرم. از اونجا که داخل ژل تیپس من خودش ماته، دیگه نیازی به خط و خش انداختن نداره. اما اگر ژل تیپس شما صیقلی بود، حتما باید داخلش رو خط و خش بندازید. یه توپه از مواد رو به کمک خود ژل تیپس جدا میکنم. حالا با کمک قلم سیلیکونی این مواد رو در کف تیپسم پخش میکنم. دقت کنید حرکاتتون باید یک کوچولو همراه با فشار و دوران باشه تا مواد حرکت کنه و بتونه کامل پخش بشه.
سایدوال ها و سمت ریشه رو با دقت و نازک مواد گذاری کنید و اجازه ندید که مواد از این قسمت ها بیرون بزنه. بعد از اینکه کار پخش کردن مواد رو روی تیپستون کامل انجام دادید و مواد رو به صورت یک دست و نازک در آوردید، حالا میتونید اون رو روی ناخن کاملا فیکس کنید. پس LED رو کنار دستم قرار میدم و حالا تیپسم رو با یک فشار خیلی کم روی ناخن فیکس میکنم. از اونچه که متریالم روندگی نداره، بنابراین کار فیکس کردن خیلی راحته. ولی دقت کنید حتما فشار لازم رو بیارید تا تیپستون کاملا جاگیر بشه. حالا دقت کنید من دستم رو رها کردم، متریال خشک نیست اما دیگه تیپستون حرکت نمیکنه. ولی برای اینکه واقعا تیپستون فیکس بمونه میتونید از گیره های نگهدارنده کمک بگیرید. این در حالی هست که شما LED گیره‌ای نداشته باشید که بخواید کار خشک کردن موقت رو انجام بدید. این گیره ها میتونن خیلی راحت تیپس رو برای شما در زمان خشک شدن ثابت نگه دارن و چون شفاف هستن نور به راحتی ازشون عبور میکنه. اما من اینجا نمیخوام از گیره استفاده بکنم، بلکه مثل همیشه میخوام از LED کوچیکم کمک بگیرم و کار فیکس کردن رو ابتدا با کمک LED انجام بدم و بعد از 30 ثانیه اونو توی دستگاه قرار بدم تا کاملا پروسه پخت متریال کامل بشه. بنابراین بعد از 30 ثانیه حتما باید کار رو در دستگاه خشک کنم. خب حالا بعد از 60 ثانیه شما میتونید ببینید که معماری که بر روی این ناخن ساخته شده چقدر کامله. از طرفی به خاطر نوع متریالی که در چسبوندن کار من انتخاب کردم یک استحکام ویژه روی سطح ناخن ایجاد شده. تیپس خیلی مقاومی دارم، بنابراین من میتونم کار فرمدهی این کار رو انجام بدم و بعد از اون بلافاصله مستقیم به سراغ لاک زدن روی سطح برم. پس من با کمک یک کاتر اول قد کار رو کوتاه میکنم. اصولا عادت ندارم ناخن بلند استفاده کنم، بنابراین قد رو به اندازه‌ای که دلخواهم هست در میارم و فرمدهی رو هم همیشه گرد انتخاب میکنم. بنابراین با کمک سوهان دستی لبه های کار رو از بین میبرم و شیپ گرد رو روی تیپسی که دارم ایجاد میکنم. با دقت و حوصله کار قرینه سازی رو در لبه ناخن انجام بدید. مرتب خاکه ها رو بتکونید و چک کنید که کار قرینه سازی شما به درستی انجام شده باشه. از سوهان با درجه زبری 100 استفاده می کنم تا بتونم راحت تر تیپس رو فرمدهی کنم و در نهایت بعد از اینکه فرمدهی لبه آزاد رو به اتمام رسوندم با همون سوهان دستی حالا روی سطح تیپسم رو هم خط و خش ایجاد می کنم و صیقلیت تمام سطح رو از بین می برم. در این حالت اگر می بینم لبه ها نیاز به تصحیح داره اونها رو هم تصحیح می کنم. ایجاد خط و خش روی تمام سطح باید اتفاق بیفته. بنابراین در یک مرحله قسمت جلو و در مرحله بعد قسمت ریشه رو کامل من شاین آف می کنم. به این ترتیب تمام براقیت روی تیپسم از بین میره و آماده لاک زدن میشه. نکته‌ای که باید دقت کنید از اونجا که من تیپس و مواد گذاری رو خیلی درست و اصولی انجام دادم، دورگیری که باید انجام بدم فقط و فقط برای از بین بردن ضخامت تیپس در لبه ها هست و دیگه بیشتر از اون نباید کاری انجام بدم. پس من با کمک یک فرز کاجی یک دورگیری خیلی خیلی سطحی روی ژل تیپسم انجام میدم و بعد از اینکه پروسه دورگیری به اتمام رسید حالا میتونم به سراغ مرحله لاک برم. ممکنه ژل تیپس شما در قسمت‌های سینوس کمی برآمده باشه، میتونید در همین مرحله دورگیری اون برآمدگی ها رو هم حذف کنید. خاکه ها رو کاملا میتکونم و با استفاده از یک پد و کلینزر روی سطح و حتی قسمت پایینی اون رو کاملا تمیز میکنم تا هیچ خاکه‌ای روی ناخنم وجود نداشته باشه که بخواد در مرحله لاک زدن کارم رو خراب بکنه.
از اونجا که من عاشق رنگ آبی ام و شما باید دیگه از محیط تصویر متوجه شده باشید، یه لاک آبی رنگ میارم و روی ناخنم رو کاملا آغشته به لاک میکنم. لایه اول رو به عادت همیشه کاملا نازک میزنم برای اینکه لاکم بتونه با سطح زیرین بهتر همبست بشه و نور بتونه به تمام لایه‌های لاک نفوذ کنه. بعد از اون در دستگاه 60 ثانیه خشکش میکنم. بعد از اینکه لایه دوم لاکم رو هم زدم و در دستگاه خشکش کردم، حالا نوبت استفاده از تاپ کات میرسه. از اونجا که من دوست دارم سطح ناخن بعد از اینکه تاپ کات زدیم کاملا یک دست و شفاف باشه، بنابراین میزان تاپی که روی ناخن میزنم یه کوچولو بیشتر هست. این کمک میکنه صیقلیت کارم بیشتر بشه و در نهایت باز هم 60 ثانیه در دستگاه خشکش میکنم و اینم نتیجه نهایی کارم. اگر این آموزش رو دوست داشتید، حمایت کردن از چنل من یادتون نره، سابسکرایب کنید و زنگوله رو حتما برای خودتون روشن کنید. خدا نگهدار.